این کباب کوبیده نه زغال میخواد نه منقل. اگه با این روشی که بهتون میگم درست کنید واقعا خوشمزه میشه. به ازای هر 1 کیلو گوشت 300 گرم پیاز، 1 قاشق غذاخوری نمک و کمی هم فلفل بزنید. پیاز رو هم خیلی ریز خورد کنید، آبش هم حتما بگیرید. گوشت هم بهتره 50% قلبه‌گاه گوسفندی باشه، 50% سردست گوساله. این ترکیب برای چلو کباب عالی میشه. من با دستگاه کوبیده ها رو سیخ زدم. شما میتونید با دست همین کارو انجام بدید، هیچ فرقی نمیکنه. کوبیده ها رو توری فر میچینیم با دمای 180 درجه بپزه. حین پخت اون چربی که از خود کبابا جدا شده ریخته رو سینی پایین با فرچه میزنیم روش. این کارو چند مرتبه تکرار میکنیم. برنجمو که از 2 ساعت قبل خیس کردم به آب جوش اضافه میکنم، بهش نمک میزنم، میذارم بپزه تا مغز پخت بشه. کف روی برنج رو بگیرید، وقتی مغز پخت شد آب کش کنید. کف قابلمه تدیگ مورد نظرتون رو بذارید، برنج رو بریزید روش، از کنار مقداری آب اضافه کنید، درش رو بذارید تا بخار کنه. وقتی بخارش بلند شد روش روغن داغ بریزید، بذارید خوب دم بکشه. خب سیخ رو از کوبیده ها جدا کنید، با برنج سرو و نوش جان کنید. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین. دوست عزیز اگه از اکسپلور این پست رو میبینی، فرشته قربانی هستم، حتما به پیجم سر بزن که کلی آموزش خوشمزه و رایگان دارم تو پیجم. کوبیده و برگ تازه